در حیاتم یک بار زنا کردم. 6 ماه پیش سخت پشیمانم از این کار کردم. من با زنم از نو نکاح کنم یا نکنم؟ برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان صف آن نفرهایی را که زنا کردند، شراب نوشی کردند، حق مردم خوردند، در حق مردم ظلم کردند یا دیگر رفتارهای ناخوبی را که انجام دادند، امروز از این کردارهای خود وقتی پشیمان می شوند، برادران عزیز، برای شما این ساعت مبارک باشد. با بزرگی خدای مهربان قسم که این یک نعمتی بود که خدا برای شما داد و الا انسان‌هایی هستند که با همین زنا، با همین شراب، با همین ظلم، با همین حق خوردن دنیا را پدرود میگویند و میروند و بار هم پشیمان میشوند. زیلیاز این یک عطیه خداوندی است، این یک داد خداوندی است که تو به سر این مقصد آمدی که این کار من کار نادرستی است، این کار من کار زیشتی است. الله من، خالق من از این کار من البته قهر دارد، غضب دارد، ناراحت است. شاید روز از پشت این خصلت و رفتار بدم به یگان آفت و بلای مبتلا شوم. از این لحاظ وقتی تو از این راهت میگردی، برای تو بار دیگر من مبارک میگم که انشاءالله این پشیمانی تو، پیامبر نازنین گفتن انسان وقتی از کردار بدش پشیمان شود، گناهاش در پیش خدای مهربان مغفرت می شود. از این لحاظ بسیار کاری زیبا کردی دادر عزیز، کاری خوب را انجام دادی. از این لحاظ ولی شما در حالتی که زنا میکنین، این سخن همون جناب امام قرطبی بود، اینا در پیش من قرآنم هست که سوره مبارکه نور در آیت 2 از زانی لا ینکح الا زانیتن، در زیر همین آیت قرآن جناب امام قرطبی که تفسیرش با گویم که هم از تفسیر استدلال و استنباط مسئله میکند و در زیر همین آیت قرآن گفته بود که کسانی که دست به زنا زنند اینها باید که نکاحهاشون از سر کنند. ولی عقیده اهل سنت برادران عزیز این یک اجتهاد جناب امام قرطبی بود، ولی فتوا گویم یا گویم مقصد یعنی با این فتوا نیست، بلکه برادران عزیز و گرامی ما حق ملامت کردن جناب امام قرطبی را هم نداریم، زیرا اینها مجتهدهای هستند که اجتهاد میکنند، مقصدشان ثواب گرفتن است. البته مجتهد اگر مقصد در فتواش درست اجتهاد کند 2 ثواب میگیرد، اگر حتی در اجتهادش سهو هم کند، خطا هم کند 1 ثواب میگیرد. و این خاطر خدا رحمتشون کند، اینا به خاطر بهبودی و به خاطر ثواب این سخنها را در تفسیرهاشون آوردن. لیکن فتوا برادران عزیز بر همین است که کسی زنا میکند یا کسی شراب نوشی میکند یا کسی حق مردم میخورد یا کسی پاره میخورد، ولی باز در برابر این کارها را حلال میشمارد. میگد هر کسی که میگد گفتن میگیرد این یک سفسطه است، مقصد نعوذ بالله، یا این یک چیزی بیهوده است، من تا وقتی هستم این کار ما میکنم. انای انسان برادرای عزیز با این سخنش که بر علیه آیت قرآن و حدیث پیامبر که مقابل هست، این حالت این آدم از دین خارج می شود. از دین که خارج شد، البته ضربه اولین هم بر همین ایمانش هم که باشد، بر نکاحش هم هست. باید اینا از سر نو تجدید ایمان کنند و تجدید نکاح کنند. از این لحاظ لیکن آدمی که زنا کرد ولی این زنا را حرام دانست یا این پشیمان شد، برادران عزیز باز همون سخن اولمان که خوش به حالتون که شما توبه کردین
و از این کار زیش دست کشیده. الله برکتتان تید. زیرا در ناموس یک خانواده، بینین، در ناموس یک خانواده، در قدر و قیمت یک خانواده چقدر شما برادرای عزیز یک سیاهی میارین، چقدر شما یک خانواده را به آبرو و شرمنده میکنین. از این لحاظ این کارها را نکنین که پیامبر نازنین الجزا من جنس العمل میگه. هر کاری را که کردی همون کار را با در راست عائله و خانواده ختم انتظار باش. تاجیکای ما میفتن نزن در ما یک مشته میزنن در تا دو مشته، یعنی در ما که زدی در تا میزنن. از این لحاظ برادر عزیز شما نکای اثر نکنین. همون توبتان اگر توبه صدقان باشد انشاءالله شما پیش خدای مهربان مغفرت میشین.